با درود به تک تک شما دوستان گل و مهربونم. با این ویدیو میخواستم که از همه شما عزیزانم تشکر کنم و بگم که همتون در قلب من جا دارید. و از اولین قسمت برنامه که شروع شد دختر گلم برایم کامنت های شما عزیزان رو میخوند و بعد هم که برام صفحه فیسبوک باز کرد که خودم شاهد محبت های شما عزیزان بودم و دونه دونه نوشته هاتون رو میخوندم و میخونم و باور کنین که باعث افتخار من هستین. و دوست عزیزی که صفحه هواداران برای من درست کردن واقعا نمیدونم چطوری ازشون تشکر کنم. فقط میخوام بدونید که سعید همتون رو دوست داره. و چند تن از دوستان میخواستن که منو بابا، عمو، دایی خطاب کنن. هر کس هر جور راحت تره میتونه منو صدا کنه. و با اجازه شما فقط یکی از کامنت ها رو میخونم که اونم مثل پسرم میمونه که ایشون سرباز هستن. و برام نوشته: عمو سعید، من الان سربازم، دارم سر مرز فکه واسه ناموس و مملکت پست میدم. میخوام بدونی بوی کباب تا اینجا آمد و ما هم با نون زدیم بر بدن. بدون تا آخرش اولی نیناشم. در انتها از تمام دستاندرکاران برنامه بفرمایید شام سپاسگزاری میکنم و همه‌شون رو دوست دارم. و اینم برای طغرل عزیزم. میگن تو برنامه بفرمایید شام هم میخورن، پر نه پر کتک میخورن. و از همه شما دوستان عزیزم که قلب‌هایتان را به روی من باز کردید سپاسگزارم و به احترام شما سر تعظیم فرود میآورم. همه شما در قلب من هستید و همتون رو دوست دارم. امید دیدار. خدا نگهدار.